سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از آموزش HTML. توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چجوری یه فایل صوتی توی وبسایتمون قرار بدیم. حالا یا موسیقی هر فایل صوتی میتونید توی وبسایتتون قرار بدید. این ویدیو خیلی شبیه ویدیو آموزش قرار دادن ویدیو توی وبسایته که لینکشو اینجا براتون میذارم. اگه اون ویدیو رو دیده باشید، این ویدیو خب خیلی براتون راحت تره، خیلی چیزاش مشابه اون ویدیوه. اما اگه ندیدیدم دوباره میگم که چه اتریبیوت هایی نیازه و اتریبیوت ها رو توضیح میدم بهتون و دیگه معطلتون نمی کنم. بریم ببینیم که چجوری فایل صوتی بذاریم توی وبسایتمون. اول از همه من میرم توی VS Code و اینجا من یه فایل index.html دارم و دو تا فایل صوتی. من میام تمپلیت HTML رو می نویسم HTML2.5. اینجا تمپلیت رو برام میسازه و توی بادی برای گذاشتن تصویر توی وبسایتمون از تگ آدیو استفاده میکنیم. من اینطوری هم می نویسمش که خودش برای من اتریبیوتاشو بیاره. تگ آدیو یه سورس میگیره، دقیقا مثل تگ ویدیو که توی جلسه قبل دیده بودیم. تگ آدیو هم یه سورس میگیره و من اینجا سورسم رو میدم song.mp3، خودش برای من میاره. و بعد از این کار خب من توقع دارم که به من نشون بده موزیکمو، اما وقتی که میرم توی وبسایت میبینم هیچی بهم نشون نمیده. من اینو ران میکنم، میتونید دبل کلیک کنید روی فایل HTML تون و اجراش بکنید. من حالا با لایف سرور اجرا کردم، خیلی تفاوتی نداره برای کار ما. خب همونطور که میبینید هیچی برای من نمایش نمیده و من یه کار باحالی هم که میخوام بکنم، اینو میارم این و اینو میارم اینجا که کدی که اینجا مینویسم و دقیقا اون طرف ببینید. فقط یه ذره کوچولو میشه. من اینم درستش میکنم. خب خوبه. همونطور که میبینید آدیو رو به من نشون نمیده. برای اینکه بخواید موزیکتون رو بهتون نمایش بده توی وبسایت، باید از یه اتریبیوت به اسم کنترلز استفاده بکنید. اتریبیوت کنترلز در واقع به شما دسترسی کنترل های موزیک رو میده. اینکه بخواید موزیک رو پلی بکنید، پاز کنید، عقب جلو کنید، میوت کنید یا چیزای مشابه این دسترسی ها رو به شما میده. و من وقتی اینو سیو کنم میبینید که حالا موزیک منو داره نمایش میده و تمام کنترل ها رو هم برای من گذاشته. پلی، اینکه مدت موزیکم چقدره، میتونم عقب جلوش بکنم، میوتش کنم و میتونم اسپیدش رو تعیین بکنم. من میتونم الان اینو پلی کنم و همه چی اوکیه. میتونم عقب جلوش کنم و اینا. خب یه اتریبیوت دیگه که هست دقیقا مثل اتریبیوتی که توی ویدیو بود، اوتو پلیه. اتریبیوت اوتو پلی برای من به صورت خودکار موزیکم رو پخش میکنه. الان من سیو بکنم، موزیک من خودکار پخش میشه. اما برخی از براوزرها به شما این اجازه رو نمیدن که موزیکتون رو به صورت خودکار پخش بکنید و اگه بخواید اوتو پلی رو به عنوان اتریبیوت آدیو بذارید، باید حتما بعدش میوتد رو هم بذارید. دقیقا مثل ویدیو. یعنی شما ویدیو رو هم که اوتو پلی پخش میکردید، بعضی از براوزرها ساپورت نمیکنن و باید حتما بعد از اتریبیوت اوتو پلی اتریبیوت میوتد رو هم بنویسید که ویدیوتون به صورت میوت پخش بشه که دوچار مزاحمت نشه برای کاربری که تازه صفحه رو باز کرده. همینطور برای آدیو هم همینه. اگه قراره که آدیوتون اوتو پلی موقعی که یوزر صفحه رو رفرش میکنه یا باز میکنه بخواد پخش بشه، ممکنه ایجاد مزاحمت بکنه. برای همین برخی از براوزرها اجازه نمیدن که اوتو پلی شما پخش بکنید مگر اینکه میوتد باشه. راجع به ویدیو خب منطقیه که شما اوتو پلی و میوتد بذارید چون کاربر یه چیزی میبینه. اما راجع به آدیو من نمیدونم و تا حالا ندیدم جایی که اوتو پلی باشه و میوتد باشه. ولی خب بالاخره بعضی از براوزرها جلوی اوتو پلی رو میگیرن، نمیذارن که اوتو پلی پخش بشه. من حالا میوتد رو پاک میکنم فعلا. یه اتریبیوت دیگه که هست اتریبیوت لوپ هست و من برای اینکه لوپ رو بهتر متوجه بشید یه آهنگ کوتاه‌تر آوردم که صدای زامبیه. اینو من پخش میکنم و روی لوپ هم گذاشتم.
همونطور که میبینید دائما داره تکرار میشه، روی لوپه، چون اون آهنگ قبلی طولانی بود لوپش یه ذره سخت بود، ولی همونطور که میبینید همینطوری مدام داره اجرا میشه. این هم اتریبیوت لوپه که میتونید ازش استفاده بکنید. فکر کنم ببینم دیگه چی مونده. 2 hours later. نکته دیگه ای هم که هست و مهمه اینه که تایپ های آدیویی که HTML 5 ساپورت میکنه ایناست، سه تاست: MP3, Wave و OGG. این سه تا تایپ آدیو رو ساپورت میکنه و فایل صوتیتون حتما باید این سه تا تایپ باشه تا بتونید توی وبسایتتون بذارید. و نکته ای که هست اینه که تقریبا تمام براوزرهای مطرح و خوب تمام این سه تا تایپ رو ساپورت میکنن، یعنی براوزرهای کروم، سافاری، فایرفاکس، اج و اپرا اینا رو همه رو ساپورت میکنن. اما اگه یه موقع از براوزری دارید استفاده میکنید یا میخواید توی تمام براوزرها، یعنی حتی براوزرهای غیر مطرح هم سایتتون کاملا درست باشه، کاری که میتونید انجام بدید اینه که به جای اینکه src رو توی تگ اودیو بذارید به عنوان اتریبیوت، میتونید تگ اودیو رو باز کنید و بین تگ باز و بسته اودیو یه تگ جدید بنویسید به اسم سورس، دقیقا مثل ویدیو، دقیقا مثل چیزی که توی ویدیو داشتیم. و توی سورسمون ما دو تا اتریبیوت باید بنویسیم، یکی src در واقع میشه آدرس موزیکمون که میشه همون song.mp3 برای من، و یه دونه هم تایپ. این تایپ مشخص میکنه که تایپ موزیک شما چیه و توی تایپ شما چیزی که باید بنویسید اینه، باید اول آدیو رو بنویسید و بعدش یه اسلش و نوع آدیویی که دارید. برای من mp3ه، برای mp3 باید mpeg بنویسید. این میشه تایپ فایل صوتی من. اون وقت از این فایل صوتی بکاپ دارید که با پسوند WAV و توی تایپش هم به جای mpeg همون WAV رو می نویسید. و اگه یه بکاپ دیگه هم ازش داشته باشید که از تایپ OGG باشه، OGG رو هم می نویسید و اینجا هم audio/OGG. این برای موقعیه که میخواید مطمئن باشید که توی تمام براوزرها بالاخره آدیوی شما اجرا میشه، مگر اینکه اون براوزر کلاً HTML5 رو ساپورت نکنه، که اگه HTML5 رو ساپورت نکنه این پایین میتونیم براش یه خطا بنویسیم مثلا your browser doesn't support HTML5 audio types به طور مثال. و وقتی که هیچ کدوم از این سه تا فرمت رو براوزر ساپورت نکنه اون پیام خطا رو به کاربر نشون میده. یه نکته هم در آخر بگم، اونم این که اودیویی که ما الان گذاشتیم توی سایتمون خب یه چیز خیلی بیسیکیه و شما میتونید اینو با جاوا اسکریپت و CSS قشنگترش بکنید. مثلا میتونید تعیین بکنید که موقعی که میخواین فایل صوتیتون رو پلی بکنید یا پاز بکنید یا میوت کنید، هر کاری بخواید بکنید چه اتفاقایی بیفته، یا میتونید بگید اگه تو سایتم چه اتفاقی افتاد موزیکو پلی بکنه، یا اگه مثلا چه اتفاقی افتاد میوت بکنه. همه این کارا رو با جاوا اسکریپت میتونید انجام بدید. لازمش اینه که جاوا اسکریپت بلد باشید و CSS بلد باشید. آموزش جاوا اسکریپت و CSS رو به زودی براتون میذارم چون HTML دیگه داره کم کم تموم میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود این ویدیو لایک کنید و اگرم سابسکرایب ندارید چنل منو سابسکرایب بکنید تا ویدیو بعدی منو از دست ندید. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.